احتمالاً خیلیاتون تا به امروز شنیده باشید که به پاگانینی میگن ویولونیست شیطان. اونا میگفتن پاگانینی روحشو به شیطان فروخته و به همین دلیل هم هست که میتونه اینقدر عجیب ساز بزنه. اما چرا این لقبو بهش داده بودن؟ چرا اجازه ندادن که حتی توی قبرستون مسیحی ها دفن بشه؟ پاگانینی چیکار کرده بود؟ میدونیم که پاگانینی مهارت افسانه‌ای توی اجرا کردن نوت‌های موسیقی داشت. ساز تخصصیش هم ویولون بود و انگشت گذاری هایی که روی سازش انجام میداد تقریباً برای همه آدم‌های عادی یک کار غیر ممکن بود. اما امروزه خیلی ها میگن که احتمالاً این توانایی پاگانینی ریشه توی یک نقص جسمانی داشته باشه. اگر به پورترهایی که از پاگانینی مونده توجه کنید، متوجه میشید که بدن به شدت لاغر و ترکیعی و قد خیلی بلندی داره. همینطور وقتی گزارش هایی که درباره اجراهاش باقی مونده رو میخونیم، میبینیم که توانایی اینو داشته که در حالتهای عجیب و غریبی خم بشه و همزمان ویولون رو بنوازه. به خاطر همینم هست که خیلی ها احتمال میدن که پاگانینی سندروم مارفان داشته. علائم سندروم مارفان دقیقاً ویژگی هایی هستن که براتون گفتم: قد بلند، دست های به شدت کشیده، صورت و بدن به شدت لاغر، بالاتنه کوتاه و پاهای بلند و همینطور نرمی بیش از حد مفاصل. این نرمی مفاصل باعث میشه که شخص بتونه انگشتاشو در حالتهای عجیبی خم بکنه و اینطوری میتونه انگشت گذاری های روی ساز انجام بده که یک فرد عادی که این سندروم رو نداره نمیتونه. که این خرافه توی اروپای مذهبی و به شدت خرافاتی اون دوران دهن به دهن میچرخید. البته به نظر میرسه که خود پاگانینی چندان از این شایعات بدش نمیومد، چون تلاش میکرد با عجیب و غریب تر کردن ظاهرش و به هم ریختن موهاش بیشتر از پیش این شایعه رو تقویت کنه و حتی زمانی که داشت از دنیا میرفت به کشیش‌ها اجازه نداد تا مراسم قبل از مرگ رو براش اجرا کنن. همین مسئله هم باعث شد تا پیکر پاگانینی تا سالها روی زمین بمونه و دفن نشه و در نهایت 36 سال بعد از مرگ پاگانینی، یعنی سال 1876، بالاخره پیکرش در شهر پارمای ایتالیا دفن شد.